روز بخیر بینندگان عزیز، سرخط خبرهاست منظورتان از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی در شهر پراگ. در تخمیناً 10 دقیقه بعدی در برابر دیگر موضوعها از آغاز رهبندی‌ها در شهر دوشنبه، نگرانی وزارت مدافع ایالات متحده آمریکا از وضع افغانستان و اقدام‌های ارتش این کشور در مقابل طالبان و عملیات تفتیش مهاجران از طرف پلیس سنت پترزبورگ روسیه خبر می‌دهیم. شروع کنیم با خبری که به بینندگان ما در پایتخت تاجیکستان مستقیما ارتباط دارد. شهرداری دوشنبه میگوید حرکت نقلیات در بعضی کوچه‌های مرکزی شهر سر از امروز 10 اوگوست تا 7 سپتامبر سال روان قطع می‌گردد. خبرگزاری آزیا پلوس با تکیه به منبع‌هایش ابراز داشته است که سبب رهبندی‌ها گذرانیدن تمرین‌های صف آرایی و پرد حربی بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان میباشد. 9 سپتامبر تاجیکستان 30مین سالگرد استقلال کشور را تجلیل می‌کند. مارشیروفکا یا خود تمرین رقص و راهپیمایی خوانندگان و دانشجویان برای تجلیل 30 سالگی استقلالیت چند پیش آغاز شده بود. این معرکه همیشه با واکنش و انتقاد والدان و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو می‌شود. والدان میگویند چنین چاره‌بینی‌ها فرزندان آنها را از روند تعلیم دور کرده به سلامتی کودکان خطر دارند. امسال بحث مارشیروفکا باز هم تندتر شد چون که خطر خروج کرونا ویروس در دوره پاندمی بیشتر است. وزارت معارف همیشه تاکید می‌کند که مارشیروفکا اختیاری است و کسی به آن مجبوراً جلب نمی‌شود. حتی وزیر معارف و علم در نشست خبری ماه گذشته بحث جلب دانشجویان به مارشیروفکا را بحث خسکی خواند. در دوشنبه مسئله تعیین و نشانه‌گذاری سرحد تاجیکستان و قرقیزستان بررسی شده است، ولی مقامات تفصیلات آن را آشکار نکردند. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان میگوید جلسه گروه‌های کاری توپوگرافی دو کشور از 4 تا 9 اوگوست برگزار شد. وزارت در سامانه‌اش نوشته است پس از انجام ملاقات پروتکل دخلدار امضا گردید. فعلا تفصیلات ملاقات و بحث جانب‌ها به ما معلوم نیست. قرار است ملاقات نوبتی در قرقیزستان برگزار شود. درازی مرز تاجیکستان و قرقیزستان 970-980 کیلومتر را تشکیل می‌دهد که از آن تا امروز 519 کیلومتر معین و نشانه‌گذاری شده است. منطقه‌های دیگری بحثی که از آب و زمین و چراگاه عبارتند، بارها سبب زنازنی و تیرپرانی ساکنان و نیروهای دو کشور شده‌اند. پس از چنین زد و خورد در روزهای 28 و 29 اپریل امسال، مناسبت دو کشور به سردی پیچید. بنا به اطلاع مقامات تاجیکستان در این مناقشه 19 نفر کشته، 87 کسی دیگر زخمی شدند. قرقیزستان از کشته شدن 36 نفر و مجروح شدن 189 نفر در این درگیری‌ها خبر داد. مقامات هر دو کشور یکدیگر را به شروع جنگ متهم می‌کنند. دادستانی کل تاجیکستان با درخواست دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان به تحقیق قضیه کشتار علیرضا خدایارو 21 ساله ساکن ناحیه رشت آغاز کرده است. دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان در پاسخ به عریضه پیوندان علیرضا خدایاروف به دادستانی کل دستور داده است قضیه مرگ این شخص را بررسی نموده از نتیجهش به دستگاه پرزیدنت خبر دهد. ما این قضیه را در برنامه اخبار آزادی به طور مفصل ارزیابی میکنیم. صبح 10 اوگوست در رزمایشگاه حرب میدان ناحیه قبادیان واقع در 25 کیلومتری مرز با افغانستان مرحله پایانی تمرین یکجایی نیروهای تاجیکستان، روسیه و ازبکستان با شرکت صدها نظامی و استفاده تکنیک حربی، چرخبالها و هواپیماهای نظامی برگزار شد. در تمرین‌های 5 روزه 2500 نیروی نظامی از 3 کشور شرکت نمودند. خبرنگاران رادیوی آزادی هم دور نهایی این تمرین‌ها را تماشا کردند و در برنامه اخبار آزادی گزارشی در این باره پیشکش شما می شود. نظامیان ایالات متحده آمریکا رهبریت افغانستان را به چالش کشیده هشدار دادند که وضع امنیتی افغانستان در سمت درست پیش نمی رود. در مدت کمتر از 1 هفته طالبان سلاح به دست کمش 6 مرکز ولایت را اشغال نمودند. سخنگوی وزارت مدافع ایالات متحده آمریکا جان کیربی میگوید
نیروهای افغان قابلیت مدافعه کشور از این گروه تندگرای جنگجوی را دارند. افغان‌ها نیروی هوایی دارند، طالبان نه. نیروهای ارتش افغانستان سلاح معاصر دارند و طالبان نه. شماره آنها از طالبان بیشتر است. خلاص آنها پیشدستی و یا پیشدستی‌های دارند و حاضر زمان استفاده آن است. روز دوشنبه خبر رسید که شهر اویبک مرکز ولایت شمالی سمنگان به دست طالبان گذشت. پیش از آن مرکزهای ولایت بلخ، تخار و قندوز به تصرف طالبان گذاشته بودند و حالا در این ولایت‌ها برخوردهای مسلحانه ادامه دارند. در همین حال نیروهای پیمان ناتو بیرونشوی از افغانستان را دوام می‌دهند. و گفتی رهبران ناتو اگر طالبان بر روند سیاسی حل نزاع در افغانستان روی نوارند، این جنبش هیچگاه از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته نمی شود. پلیس شهر سنت پتربورگ روسیه در پایان یک عملیات ویژه یا خود رید در مکان زیستی دسته جمعی مهاجران کاری 4 پرونده جنایی باز کرده است. دفتر مطبوعاتی پلیس سنت پتربورگ و ولایت لنینگراد میگوید هدف از این چاره‌بینی مطابقت بود و باش مهاجران کاری به قانون‌های اقامت در روسیه بود و چندین حالت ثبت نام قلبکی شهروندان خارجی معین شده است. در خوابگاه‌های مهاجران واقع در ناحیه‌های مرکزی، کالپینسکی و نیوسکی شماره مهاجران ثبت شده بر رقم اصلی اقامت کنندگان مطابقت نداشته است. به قول پلیس بعضی صاحبکاران تبهکار خارجیان را به خوابگاه‌ها راه دادند ولی از ثبت نام قانونی آنها خودداری کردند. دفتر مطبوعاتی پلیس سنت پتربورگ علاوه کرده است که در نسبت 15 شهروند خارجی پرونده مأموری باز شده است. سر از آغاز سال روان صادرات و واردات وسیله نقلیاتی به تاجیکستان بیشتر شده است. خبرگزاری اوستا از قول وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو آورده است که در جمهوری مؤسسه‌های بندوبست اتوبوس‌های مسافربر و تراکتورهای کشاورزی به استفاده سپرده شد. طبق اطلاع خدمات گمرک تاجیکستان در 6 ماه اول سال 2021 واردات نقلیات 1.6% افزایش یافته است که به 59 میلیون دلار برابر شده است. مبلغ عمومی واردات نقلیات در این مدت به 159 میلیون دلار مساوی بوده است. از این حساب بیش از 66 میلیون دلار به واردات 12,000 ماشین سبکرو راست می آید. اوستا اطلاع می دهد که تاجران ماشین به افزایش تقاضا در بازار داخلی اشاره می کنند. تاجیکستان اکثرا از کشورهای اروپا ماشین های دستی دوم وارد می کند که نرخشان خیلی ارزان است. در بازار ماشین های بارکش باشد واردات اساساً از چین بوده است. گفته می شود که در 6 ماه اول سال روان تاجیکستان از صادرات ماشین نزدیک به 4.5 میلیون دلار کسب کرده است. یک رسانه معروف چینی در نتیجه پرسش‌های سازمان‌های مستقل و جمعیتی در تاجیکستان شمار فاحشه و فاحشه‌خانه‌ها و نرخ خدمت رسانی آنها را معلوم کرده است. نام سازمان و تشکیلات تحقیقگر به طور واضح گفته نشده و پرسشنامه هم کی صورت گرفته است معلوم نیست. ولی گزارش را آخر ماه ایون نشر کردند. همکارانمان در تاجیکستان این مسئله را تحقیق کردند و بعد 3 ساعت در برنامه اخباری آزادی به بحث این موضوع برمیگردیم. در 6 ماه اول سال 2021 نزدیک به 13,500 صاحبکار انفرادی فعالیت‌های خود را قطع کردند. نظر به معلومات اگنتی دولتی آمار نزد حکومت تاجیکستان در این مدت تخمیناً 13,800 واحد خواجگیداری و 13,300 صاحبکار انفرادی فعالیتشان را قطع کردند. ابتدای سال روان در تاجیکستان بیش از 616,600 سوبیکت و یا واحد خواجگیداری و 612,800 صاحبکار انفرادی فعال بودند. حالا برایتان درباره قرب رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان معلومات می‌دهم. امروز 10 اوگوست بانک ملی 1 دلار را 11 سومانی و 32 درم و 1 یورو را 13 سومانی و 32 درم مقرر کرده است.
قرب 1000 روبل روسی با 153 سومانی و 60 درم پایین آمده است. بینندگان عزیز، در همین جا صحبت حاضره به پایان میرسد. تا دیدار نوبتی خود را احتیاط کنید.